سلام رفقای گل کانال مارین گیمر، حالتون چطور؟ امیدوارم حال دلتون توپ باشه. آقا امروز مدام با خفن‌ترین و جدیدترین کد DNS حال حاضر که خودم هم تست کردم و واقعا عالی و حرف نداره. مگه میشه داشت مارین چیز بد بذاره براتون؟ خیر. خب بچه این کانال دوممونه. اگرم کانال اول رو سابسکرایب ندارید حتما کانال اول رو سابسکرایب کنید. اون کانال اولمون برای اخبارها و ترفندهای پابجی موبایل و داخل این کانال فقط کد DNS و برنامه‌های کاهش لگ رو براتون میذاریم و جدیدترین برنامه‌ها و کدهای DNS رو میتونید داخل این کانال داشته باشید. خب بچه‌ها در ادامه میریم و یه گیم پلی روم میبینیم با همین کد DNS که اگرم گیم پلی لگ داشت به بزرگی خودتون ببخشید دیگه و گوشیم خیلی ضعیفه و واقعا 30 فریمه و انشالله با حمایت شما بچه‌ها یه گل یوتیوب بتونیم خفن ترین دیوایس رو بگیریم. خب حرفی نمیمونه و بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. همونطوری که داخل تصویر میبینید بدون هیچ لودینگی بازی من استارت شد و خیلی سریع وارد بازی شد و واقعا یکی از خفن ترین کد DNS‌هایی که تا حالا دیدم. حالا میریم و با هم ریجسترش هم داخل بازی میبینیم. حتما نظرتون رو برام کامنت کنید که انرژی بگیرم و ویدیوهای خفن تری رو براتون بسازم و با هم یک کامیونیتی جذاب و خفن رو با هم بسازیم. خب بچه اینجا مود TDM رو استارت کردم و همونطوری که خودتون میبینید پینگ 20 و واقعا چیز خفنیه و تا حالا من همچین پینگی رو به خودم ندیدم. خب بچه همونطوری که داخل تصویر ببینید پینگ 20 و اگرم خیلی بخواد بالا بره و اینترنتتون بد باشه سرعتش هولوش 60 تا 50 میمونه، ولی بچه همون ریجستر ثابت خودشو داره و ریجسترشو حفظ میکنه. بچه‌ها پیشنهاد میکنم این DNS رو برای همراه اول استفاده کنین زیاد. برای وای فای هم که جوابه، ولی همراه اول از همه بهتره و ریجستر رو پینگ خوبی رو میده بهتون و واقعا چیز خفنیه.
Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left.